از فروشنده ساده فروشگاه گوچی تا قلب بیلیونر فوتبال. داستان عشق کریستیانو رونالدو و جورجینا رودریگز پر از اتفاقات غیرمنتظره است. توی این ویدیو می‌بینیم که چطور یه دختر معمولی به یکی از معروف‌ترین زنان دنیا تبدیل شد و بعد از حدود 9 سال با یه سورپرایز $1,000,000 نامزدیشو اعلام کرد و دوباره تیتر اول خبرها شد. جورجینا رودریگز در سال 1994 تو آرژانتین به دنیا اومد. پدرش آرژانتینی و مادرش اسپانیایی بود. بچگیش اصلاً شبیه قصه های پریان نبود. وقتی که 9 سالش بود، پدرش به دلیل قاچاق به 11 سال زندان محکوم شد. مادرش هم دست 2 دخترش رو گرفت و به اسپانیا رفت. شرایط سخت زندگیشون به جورجینا فهموند که خودش باید آینده‌اش رو بسازه و همیشه سخت کار میکرد. بچگی‌هاش عاشق رقص بود ولی درآمدی ازش نداشت. توی جوونی به انگلستان رفت و به عنوان پیشخدمت، نظافتچی و حتی پرستار بچه کار کرد. بعدها به مادرید برگشت و فروشنده فروشگاه گوچی شد. با وجود مشکلات مالی، اون همیشه آرزو داشت یه روزی توی یه قرعه کشی خیلی بزرگ برنده بشه و بالاخره یه روزی آرزوش برآورده شد. اما اون زمان حتی فکرش رو هم نمی‌کرد که چطور این اتفاق میفته. کریستیانو رونالدو رویای خیلی از دختراست. اون ستاره‌ای خوشچهره و یکی از پردرآمدترین ورزشکارای جهانه. قبل از جورجینا روابط زیادی با مدل‌ها و بازیگرای معروف داشت. اون همیشه رویای داشتن چندین فرزند و یه خانواده بزرگ و خوشبخت رو داشت. اما هیچ کدوم از پارتنراش حاضر به مادر شدن نبودن. رونالدو در سال 2010 برای اولین بار پدر شد. این بچه همون کریس جونیور پسر بزرگشه که حاصل یه رابطه یه شبه با یه پیشخدمت آمریکایی بود. بعد از آزمایش DNA گفته شد که رونالدو حدود 10 میلیون پوند به مادر بچه پرداخت تا نه تنها هویت خودش رو مخفی نگه داره بلکه حضانت پسرش رو هم به اون واگذار کنه. 7 سال بعد هم پدر دوقلوهایی شد که از طریق رحم جایگزین به دنیا اومدن، اما باز هم هویت مادرشون مشخص نشد. رونالدو به آرزوی داشتن فرزند و خانواده پرجمعیتش رسیده بود، اما هنوز مهمترین چیز رو نداشت: یه زن محبوب که مادر بچه‌هاش هم باشه. سال 2016 بود و جورجینا توی فروشگاه گوچی مادرید کار میکرد. یه روز حوالی عصر همکارش بهش گفت که مشتری مهمی میخواد پالتو بخره و لازمه که اون کمکش کنه. خب اون مشتری کسی نبود جز رونالدو و پسر بزرگش کریس جونیور. جورجینا درباره اون لحظه میگه قلبم تند میزد و همون لحظه اول فهمیدم که عاشقش شدم، ولی سعی کردم کارمو حرفه‌ای انجام بدم. چند ماه بعد قرارهای عاشقانه شروع شد. جورجینا که تا دیروز با اتوبوس میرفت سر کار، حالا با بوگاتی رونالدو محل کارش رو ترک میکرد. واکنش و تعجب همکاراش حتما دیدنی بود. البته جورجینا خیلی زود کارش رو ترک کرد و از یه زندگی ساده به حضور توی مراسم فرش قرمز، مسابقات فوتبال و سفرهای لاکچری رسید. اون بالاخره بلیت بخت آزمایی که آرزوی بچگیش بود رو برده بود و در سال 2017 رسما به عنوان دوست دختر رونالدو معرفی شد. جورجینا بعدها از طریق مدلینگ، تبلیغات و سریال نتفلیکس آی ام جورجینا خودش رو به عنوان یه برند مستقل معرفی و درآمد زیادی کسب کرد و الان حدود 69 میلیون فالوور توی اینستاگرام داره. البته جای تعجب نداره چون دوست پسرش هم با بیش از 660 میلیون فالوور محبوب ترین شخص اینستاگرامه. اونا با هم خیلی خوشحال بودن، اما اون زمان نمیدونستن که این عشق علاوه بر خوشبختی یه تراژدی بزرگ هم براشون خواهد داشت. راستی لایک یادت نره چون مثل حلقه‌ای که رونالدو به جورجینا داد برای من خیلی ارزشمنده. سال 2017 اولین فرزند مشترکشون دختری به نام آلنا مارتینا به دنیا اومد. گفته میشد که رونالدو ماهی بیش از 100,000 یورو بابت هزینه‌ها و نگهداری از بچه‌ها به جورجینا پرداخت میکنه.
در اکتبر 2021 اعلام کردند که منتظر یه دوقلو هستن، اما حدود 6 ماه بعد خبر تلخی اومد. پسرشون حین زایمان فوت کرد و فقط دخترشون زنده موند. اونا در بیانیه‌ای نوشتن این بزرگترین دردیه که هر پدر و مادری ممکنه حس کنه. تنها تولد دخترمونه که بهمون امید میده. این تراژدی رابطه‌شون رو محکم‌تر کرد و حتی باعث شد مردم جورجینا رو به عنوان زنی قوی و مادری دلسوز بشناسن. حالا اونا با هم 5 فرزند رو بزرگ میکنن و تابستون 2025 خبر نامزدیشون دوباره همه جا رو پر کرد و رسانه‌ها پر شدن از عکس حلقه و شایعه مراسم ازدواج. داستان رونالدو و جورجینا از بوتیک مادرید تا قصرها و زندگی مجلل پر از فراز و نشیب بوده، اما مهمترین چیز اینه که رونالدو بالاخره زنی رو پیدا کرد که در غم و شادی کنار اون و بچه‌هاش بمونه. حالا نوبت شماست. به نظر شما خبر بزرگ بعدی این خانواده چیه؟ توی کامنت ها برام بنویسین و اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه.